از شورای حاکمیت امارت اسلامی افغانستان الی اکنون تقریبا ما در حدود 139 بررسی را در مرکز و ولایات انجام دادیم. در نتیجه اجرای بازرسی‌های ما اداره عالی تفتیش مبالغ هنگفت را من حیث یافته‌های تفتیش از مدارک مختلف بیرون نویس نموده که گزارشی را جهت تحقق و تسهیل به مراجع مربوطه و توحیدی آن را به مقام عالی ریاست الوزراء شریک ساخته. بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان الی اکنون که در حدود بیشتر از 1 سال میشه، اداره عالی تفتیش در نتیجه اجرای بررسی‌های خود مبلغ 2.8 میلیارد افغانی را بیرون نویس نموده که قابل تحصیل و انتقال به خزانه دولت می باشد و همچنان در همین مدت در نتیجه اجرای بررسی‌های ما مبلغ 1.5 میلیارد افغانی قابل تصفیه دانسته شده که گزارش‌های از به مراجع مربوطه شریک ساخته شده تا این مبلغ تحصیل و تصفیه شود. بر علاوه در نتیجه اجرای بررسی‌ها و پیگیری تیم‌های پیگیری ما در مراجع و اطمینانی‌های مراجع بررسی شده در جریان 1 سال مبلغ 125.8 میلیون افغانی و مبلغ 1.3 میلیون دلار دوباره تحصیل شده و به خزانه دولت انتقال شده است. اگر ما یک مقایسه بکنیم بین بودجه اداره عالی تفتیش که در 1 سال در چوکات بودجه ملی برش اختصاص داده میشه در مقایسه با مبلغی را که در جریان بررسی ها بیرون نویس میکنه، یعنی اداره عالی تفتیش مبلغ 1 افغانی را که در جریان 1 سال در چوکات بودجه ملی میگیره در حدود 18 افغانی را در نتیجه اجرای بررسی خود دوباره به خزانه دولت قابل انتقال میدن. این ما 163 میلیون در سال 1401 بودجه داریم، 163 میلیون افغانی، اما در مقابلش 2.8 میلیارد افغانی را که در جریان بررسی ها ما تثبیت کردیم که از ضایع شدنش باید جلوگیری شود، دوباره به خزانه دولت قابل انتقال است که باید انتقال شود.